بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه روی لبم ذکر یا ابوالفضل است. همیشه روی لبم ذکر یا ابوالفضل است، چرا که حضرت مشکل گشا ابوالفضل است. دو دست داده به راه خدا و پس چه عجب. دو دست داده به راه خدا و پس چه عجب. اگرچه معنی دست خدا ابوالفضل است، به جمله جمله یا کاشف الکروب قسم. به جمله جمله یا کاشف الکروب قسم، که استجابت صدها دعا ابوالفضل است. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سوگواران و عزاداران سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، بیننده های عزیز و نازنین و گرانقدر شبکه قرآن و معارف سیما، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به یاد خدا. در حالی در کنار شما هستیم و با شما که هممون سوگوار و عزادار مولاوون اربابمون حضرت امام حسین علیه السلام هستیم و تلاشمون بر این هست در این روزها و شبها در کنار شور حسینی که داریم به شعور حسینی هم برسیم. خدا رو شکر که این روزها توفیق داریم در قم مقدس، در عش آل محمد و در جوار حرم نورانی و ملکوتی فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و یاد خدا رو تقدیمتون میکنیم و قرار هست مدد بگیریم از آیات نورانی قرآن و پیوند بزنیم به قیام خونین سید الشهدا. انشالله همراهی بفرمایید. خب یاد میکنم از همه شهدای عزیزمون، شهدای گرانقدرمون، شهدای وطنمون، سرداران و دانشمندان شهیدمون، زنان و مردان و کودکان بیگناهی که طی این روزها به شهادت رسیدن، براشون آرزوی علو درجات داریم. اما قرآن وعده‌های بسیار زیبایی داده برای کسانی که در راه خدا به شهادت رسیدن که سید و آقای همه شهدا وجود نازنین مولامون اربابمون امام حسین علیه السلام هست که طبق برنامه شب‌های گذشته و روزهای گذشته می‌خوایم بر اساس آیات نورانی قرآن درس‌ها و آموزه‌های عاشورا رو بهش برسیم با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای هدایت. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. عرض تسلیت و تعزیت. سلام خدمت شما آقای اسماعیلی، عزاداریاتون قبول باشه انشاءالله. و همچنین سلام عرض میکنم محضر همه بینندگان عزیز. خیلی ممنون و متشکرم. یکی از پیام‌های بسیار امیدبخش برای شهدا و کسانی که در راه خدا جانشون رو از دست میدن آیه 169 و 170 سوره مبارکه آل عمرانه که اونم جز آیاتی است که مردم معمولا حفظ هستن و بلد هستن و میخونن و انشالله این هم مقدمه ای باشه برای اینکه ما هم به این فیض بسیار عظیم برسیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. آقای هدایت بفرمایید ابتدا در خصوص این آیه، شأن نزولش، قدری در مورد این آیه صحبت بکنید، بیشتر آشنا بشیم با این آیه. بله، شأن نزول این آیه خیلی مهمه و بر اساس خود آیات قرآن شأن نزولش میشه فهمید. این سوره، این آیات در این سوره در واقع بعد از جنگ احد نازل شده. تو جنگ احد خیلی درس آموز هستش و من واقعا تصور میکنم شرایط زمان ما خیلی به فضای این جنگ نزدیک هستش. برای درس آموزی عرض میکنم محضرتون، چون میدونید قرآن کتاب امروز ماست. قد جاءکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور. این نسخه شفابخش همین الان ماست. ما کتاب داستان نمیخونیم. بعد از جنگ احد یه عده‌ای شروع کردن شبهه مطرح کردن که اگر ما بر حق بودیم که کشته نمیشدیم. این کشته های عزیزی که مثل حضرت حمزه سید الشهدا اگر وارد جنگ نمیشد که کشته نمیشد. اینا به فرمان پیغمبر گوش کردن، وارد جنگ شدن، این بلا هم سرشون اومد. پس این که خونشون ریخته شد تقصیر خودشونه.
آقا خداوند متعال شروع میکنه این شبهات رو زیبا جواب دادن. اول خدا فرمود که یظنون بالله غیر الحق، اینا اولا به خدا خیلی بدگمانن، اصلا اینجوری دارن صحنه جهاد در راه خدا رو تحلیل میکنن. این به خاطر سوء ظنیه که به خدا دارن. ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر شیء من شیء، آیا ما اصلا طعمی از پیروزی رو چشیدیم؟ ما این بلایی که سر اومد اصلا ما پیروز نشدیم، اصلا چرا رفتیم جنگیدیم؟ اصلا شما چه انگیزه‌ای برای جنگ داری وقتی پیروز نمیشی؟ اینجوری حرف میزنن. یقولون بعد چی میگن؟ اولا خدا اینجوری اول جوابشون رو میده، میدونید شبهه رو خدا مطرح میکنه، جواب میده، دوره شبهه رو مطرح میکنه. قل ان الامر كله لله، اولا که بدون پیروز دست خداست. شاید شما توی مرحله شکست بخوری، قطعا تو مرحله بعدی پیروز میشی. توی مسیر حق باش، هیچ تردید نکن، به شبهه کنندگان و جنگ روانیشون اعتنا نکن. تو مسیر حق باش، بدون احدی الحسنیین، شکست بخوری الان، پیروز بشی، کشته بشی، همش به نفع جبهه حقه و به نفع خودته و به نفع فرزندانته. چون و ان لو استقاموا علی الطریقة لاسقیناهم ماء غدقا، خدا برکتش رو میده، نگران نباش. حتی تو روایت داره که اونایی که کشته میشن، شهید میشن در راه خدا، خداوند متعال جانشین پدر شهید در خانواده، جانشین عزیزه. تو نگران نباش، تو مسیر باش. خداوند متعال میفهمد اولا بدون کار پیروزی دست ماست. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، اینا در دلشون یه اهداف پلیدی دارن و به خاطر اون اهداف پلیدشون دارن اینقدر جنگ روانی را میندازن. ظاهرشون مؤمنه، اینا باطنا نفوذی هستن. اینا ذالکم الشیطان، خدا قبلا فرمود اونایی که تو جامعه یأس پراکنی میکنن اینا خود شیطان هستن. بعد خدا میفرماد یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها هنا. شبهه دوم، اگر ما اهل پیروزی بودیم، اگر حق با ما بود که کشته نمی شدیم. پس این که ما کشته شدیم این شکست خوردیم، این که ما کشته شدیم این حق با ما نیست. شبهه کردن. خدا میفهمد که قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. ببین این حرفو نزن که معیار پیروزی زنده ماندن است و اگر الان تو جنگ ما کشته شدیم پس یعنی ما شکست خوردیم. ببین اگر شما تو جنگ هم نمی آمدید و کشته شدن برای شما نوشته شده بود، تو خونتون هم بودید میمردید. حالا چه بهتر که مرگ شما در صحنه جهاد در راه خدا رقم خورد. چه بهتری، به قول امیرالمؤمنین جانمون دلم میخواد 1000 تا شمشیر بخورم در میدان جنگ، اما تو بستر غریب و تنها وقتی در مسیر خدا نیستم نمیرم، جان ندم. بعد خداوند متعال میفرماید که این جنگ و این جهاد فقط برای این بود لیبتلی الله ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. ما میخواستیم شما رو امتحان بکنیم، ما میخواستیم شما رو غربالگری بکنیم. اونایی که اومدن فرار کردن تو جنگ احد، خداوند متعال به این موضوع آگاه، پیغمبرم اونا رو میشناسه، اونا خودشون رو خراب کردن. جنگ برای این بود که ببینن کی پای امام زمانش وای میسه، استقامت میکنه. بعدم خداوند متعال فرمان ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. اونایی که از جنگ فرار کردن، اونایی که بعد جنگم قر زدن، همونایی که فرار کردن بعداً اومدن شبهه پراکنی کردن، اینا علتش این بود توی دوران آرامش گناهان کوچیک رو راحت انجام میدادن، اهل نافرمانی الهی بودن. شیطان هی آروم آروم اونا رو چی؟ بله خدا تو قرآن فرمود لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان گام به گام اونا رو به سمت انحراف پیش برد، اینقدر پیش برد تا تو جنگ پشت پیغمبر رو خالی کردن. بعد خداوند متعال میفهمد که الذین قالوا لاخوانهم و قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. اونایی که فرار کردن از جنگ نشسته بودن تو خونهشون گفتن فلانی کشته شد، اگه اونا به حرف ما گوش کرده بودن کشته نمیشدن. هی شبهات خدا مطرح میکنه. بعد خداوند متعال
پاسخ این شبهه اینه قل فدرؤا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. ببینم شما که تو خونتون نشستین، شما که از جنگ ترسیدید، شما که جهاد در راه خدا نکردین، میتونید یه کاری بکنید زنده بمونید؟ شما مگه از مرگ نمیترسیدید؟ خب چرا میمیرید؟ اگر ماندن گوشه خونه وسیله زنده ماندن است، یه فکری به حال خودتون بکنید، شما که بالاخره میمیرید که. بعد خداوند متعال حالا اینجا دیگه جا افتاد. بعد خدا میفرماد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. حالا ببینم شما تصور کردید اونایی که در راه خدا کشته شدن مردند؟ اونا زندن. شهدا در قهقهه مستانهشان عند ربهم یرزقونند. امام فرمودند. این همین آیه رو ترجمه کردن. یه شبهه مهمی اینجا هست که من میخوام الان اینجا پاسخ بدم، خیلی آیه روشن میشه. یعنی چه؟ ببینم مگه همه ما وقتی میمیریم، اصلا شما فرض بگید ما تو بستر مردیم، اصلا من از جنگ فرار کردم تو خونه‌مون مردم، این مرگ مگه زنده موندن نیست؟ مگه ما وقتی که میمیریم وارد برزخ نمیشیم؟ پس چرا خدا راجع کشته های در راه خدا که ما بهشون میگیم شهید، خدا میگه فکر نکنید اینها مردن بلکه اینا زندن؟ خدایا هر کسی میمیره ما قائل معاد هستیم دیگه، هر کسی میمیره وارد برزخ میشه. پاسخ استاد ما آیت الله عظما جوادی آملی کتابی دارن به نام حماسه و عرفان. بله. اونجا صفحه 30 میفرماید کسانی که از دنیا میروند از نشأه و عالم طبیعت غافل و از رخدادهای عالم بیخبرند، ولی شهیدان زنده وارد برزخ شده و با عالم ماده مرتبطند و در عالم ماده تأثیر گذارند. اینجاست که شهید آوینی جمله تاریخی داره: پندار ما این بود که شهدا رفتند و ما ماندیم، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برد و شهدا ماندند. الان زنده بودن شهدا و تأثیرگذاری شهدا از مایی که تصور میکنیم زنده واقعی هستیم بیشتر است. به جمله آخرام بگم. آقا فرمودن حاج قاسم، شهید حاج قاسم سلیمانی اثرش بیشتر از سردار سلیمانی است. امروز همه شهدای کربلا دارن تو جبهه مقاومت تأثیر گذاری میکنن. سید الشهدا ابا عبدالله الحسین و همه یاران امام حسین در طول تاریخ امروز دارن به رزمندگان اسلام در جبهه مقاومت کمک میکنن. بله، خیلی ممنونم، متشکرم. من حالا خیلی یادم نمیاد، اما آنچه که شنیدم و از بزرگترها یاد گرفتن یا گاهی تعریف میکردن، وقتی که در زمان جنگ شهدا رو تشییع میکردن، زیر جنازه شهدا و در تشییع شهدا این شعار رو میگفتن که شهیدان زنده ان الله اکبر، به حق پیوسته ان الله اکبر، که دقیقاً مصداق همین آیه نورانی قرآن هست و ما یقین داریم، اعتقاد داریم که اونهایی که در این مقام به شهادت رسیدن در پیشگاه خدا روزی میخورن. این شهدایی هم که این روزها و این هفته ها به درجه رفیع شهادت نائل شدن، قطعا در همین جایگاه و در همین مقام هستن. انشالله برای ما هم دعا. سلام و درود خدا بر شهدای راه خدا و سلام بلند حضرت حق بر سید الشهدا. ما در خصوص آیه 169-170 سوره مبارک آل عمران داریم صحبت میکنیم در خدمت حاج هدایت، و حالا نکات پایانی رو اگه هست حاجا بفرمید، بعد ارتباطش با امام حسین و قیام نورانی حضرت هم داشته باشیم انشاءالله. عرض کردیم که قرآن تعریف حیات و ممات رو داره عوض میکنه. خدا توی آیاتی بیان میکنه همین زنده هایی که اطراف ما هستن، شما فکر میکنید دارن نفس میکشن، حیات نباتی دارن به قول معروف، اینها در نظر من مرده هستند. خدا در واقع معادلات ذهنی ما رو تو تعریف مرگ و حیات تغییر میده و اگر ما این موضوع رو خوب حس بکنیم واقعا تو صحنه جهاد نمیترسیم. میگیم من اگر در مسیر خدا هستم تو احدی الحسنیینم، همین که دارم در راه امامم، در راه خدا فی سبیل الله تلاش میکنم، من حیات واقعی دارم، چه بمیرم
چه زنده باشم، چه حیات نباتی داشته باشم چه نداشته باشم. و اگر گوشه خونه باشم، نفس دارم میکشم، مردم، چون در مسیر جهاد در راه خدا نیستم. خدا در سوره نمل آیه 80 میفرماید انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء. پیغمبر، یه عده اطراف تو به ظاهر گوش دارن میشنون، اما اینها مرده هستن و تو به مرده ها نمیتونی حرف بزنی. اینا زنده بودن، پیغمبر خدا بهشون میگه مرده. در سوره روم میفرماید که فانک لا تسمع الموتی. دوره همین موضوع تکرار خدا میکنه. امیرالمؤمنین در خطبه 87 نهج البلاغه میفرماید یه عده‌ای هستن فالصورة صورة الانسان والقلب قلب حیوان. اینا چه خصوصیت دارن؟ اونایی که ظاهرشون زنده است و انسانی هستن اما باطنشون مرده، از انسانیت مردن، حیوان شدن. اینا لا یعرف باب الهدی فیتبعه. اینها مسیر هدایت رو گم کردن. ولا باب العمی فیصد عنه. ببین اینا گمراهی را هم نمیفهمند، تصور میکنن جبهه باطل و وعده های دشمن و خلاصه حرفای غلط دشمن اینا حقه. باطل رو تشخیص نمیدن که ازش فرار بکنن، حق رو تشخیص نمیدن که بهش رو بکنن. بعد حضرت فرمودن و ذالک میت الاحیا. اینا مردند اما شکلشون دارن راه میرن، دارن نفس میکشن. پس خیلی موضوع مهمیه، راه حق رو بریم پیدا بکنیم، از باطل فرار بکنیم. خیلی از وعده های دشمن، خیلی از این کلیپ هایی که تو فضای مجازی دشمن جنگ روانی را میندازیم باطله، بهش اعتماد نکنیم. حافظ خیلی قشنگ میگه هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. خیلی هم مردن بله. چون زنده به عشق نیستند، در واقع مرده متحرک هستند. مرده متحرک هستند. احسن. حالا شهدا که زندن، بخاطر زنده باید یه آثاری داشته باشه. بله. دیگه من الان زنده هستم، دارم نفس میکشم، اثرم که حرف بزنم. اینا آثار شهدا چیه؟ اولین اثر خون شهید ادامه مبارزه با باطله. خدا در قرآن میفرماید که الذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. اونایی که در راه خدا کشته میشن یه هدفی داشتن، یه عملی داشتن، میخواستن باطل رو سرنگون بکنن، میخواستن جبهه حق رو به پیروزی نهایی برسونن. خب میگه که عملشون گم نمیشه، عملشون ادامه پیدا میکنه. لذا خدا در ادامه همین آیه که داریم با هم دیگه کار میکنیم فرحین بما آتاهم الله من فضله. ببین دائما داره توی یه فضای مستی لقاء الله نفس میکشه، بعد فقط اینجوری مستی بکنه پیش خدا. یه مأموریتی داره. مأموریتش چیه؟ و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دائما داره بشارت میده. بشارت یعنی امید بخشی. دائما داره به جبهه حق، اون رزمنده هایی که آرزوی شهادت رو دارن اما هنوز به شهادت نرسیدن، اونایی که تو مسیر حق دارن تلاش میکنن، حتما رزمنده باشه. تو جبهه اقتصادی داره تو مسیر حق تلاش میکنه، تو جبهه علمی داره تو مسیر حق تلاش میکنه، تو جبهه صنعتی داره تلاش میکنه، موشک سازی داره میکنه. این آدم های بشارت های از شهدا میگیرن و شهدا اثرگذار هستن، تأثیر میذارن. من این خاطره همینجا بگم، من یه عموی شهیدی دارم، لحظه بعد از شهادتش یه عموی دیگه هم داداشش خواب برادر رو دید. مامان نگرانته، کجا رفتی؟ یتون با تعجب نگاه کرد، گفت یعنی چه؟ من که الان بیشتر از شما دارم به مادرم خدمت میکنم، تو کجا رفتی؟ شهدا خیلی اثرگذارن. میدونید دومین تأثیری که یک شهید داره، من خواهش میکنم عنوانشون میخوام بذارم بیداری قلوب. من خواهش میکنم توی ایام راهیان نور نگاه بکنید، اون نوجوانایی که میان تو خاکی که شهدا به شهادت رسیدن، چجوری قلبشون زنده میشه. این معلومه که زنده است که اینقدر تاثیرگذار هستش. خب من فضای کربلا رو بخوام به حضرتون بیان بکنم. خب شما میدونید چرا امام حسین رو محاصره کردن؟ یوم حوصر علی الحسین. به خاطر چی؟ میخواستن امام حسین یه جوری بشه که یه تأثیر تو عالم نداشته باشه.
من میخوام بگم آقای اسماعیلی، این مردمی که الان اینقدر با عشق و شور دارن برای امام حسین عزاداری میکنن، این مجالس، این گریه ها، این رشادت های توی جبهه ها، این مال کیه؟ مال امام حسینه. کی میتونه توی عالم بگه که امام حسین دیگه رفته؟ الان تو اروپا، تو آمریکا، تو سراسر دنیا همه حق طلبای عالم الان به عشق امام حسین دور هم جمع شدن، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. من یه جمله‌ای بگم، این آیه که با هم دیگه خوندیم، زینب کبرا بالای سر ابا عبدالله الحسین تو کاخ یزید خونده. فقط متنش رو بگم، صدوق نقل میکنه، میگه وجیع برأس الحسین و وضع بین یدیه فی تست، سر ابا عبدالله الحسین رو توی تشتی مقابل یزید گذاشتن. یزید شروع کرد شعر خوندن، لعبت هاشم و بالملک فلما رأت زینب و ذالک. وقتی زینب کبرا سر برادر رو تو تشت مقابل یزید دشمن دید، فاهوت الی جیبها فشقته، گریبان چاک کرد. ثم نادت به صوت حزین تفزع القلوب، یه ناله ای زد زینب کبرا، قلبها رو پاره کرد این ناله، یا حسینا یا حبیب رسول الله. بعد حضرت فرمودن الحمدلله رب العالمین. بعد این آیه قرآن رو خوندن، فرمودن ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. یعنی حسین من زنده است، یزید تو مردی، کد کیدک وسع سعیک، تمام تلاش خودتو کردی بازم بکن. و انک لا تمحو ذکرنا، تو ذکر ما رو، خون ما رو که نمیتونی از بین ببری. خود ابا عبدالله الحسین لحظه آخر وقتی با امام سجاد میخواستن وداع بکنن، دیدن قلب امام سجاد داره از بدن خارج میشه، روح داره از بدن خارج میشه. امام حسین علیه السلام فرمودن یا ولدی یا علی، علی جانم، والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. به خدا قسم خون من از جوشش نمیفته تا مهدی من بیاد. من زندم که این پرچم کربلا رو به مهدی. انشاءالله انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، جای هدایت استفاده کردیم، بهره بردیم، اجرتون با سید شهدا. عزیزان دلم از شما هم ممنونم که این دقایق و لحظات با ما بودید. کنیم یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. در جوار ذریح نورانی حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه دعاگوی شما هستیم. سایتون کم نشه. خدا نگهدارتون.